از اون مایعی که ظرف شیشه‌ای بود دقیقاً این حالتی استفاده میشه. یا مشنبا رو این شکلی چسب میزنی یا آماده داشته باش که بعد اینکه اسپری زدی کامل میکشی روی ماشین بمونه، در حد 10 دقیقه یه ربع میمونه و بعدش یه گوشه از مشنبا رو بلند میکنی و شروع میکنی با کارت آبر یا با دستمال اون شور سفیدک‌ها رو کامل پاک کردن و تیکه تیکه همین شکلی میری جلو تا کل مثلا اون قسمت رو تمیز کنی. خب اینم یه نمونه دیگه که شما اول اسپری میکنید، بعد بلافاصله حتما مشنبا رو میکشید روش، هوای زیرش خالی باید باشه، در حد 10 دقیقه الی 15 دقیقه، فقط بیشتر از 15 دقیقه نباید بشه. بعد یه گوشه از مشنبا رو بلند میکنه همینطور که توی فیلم میبینید، حتی با دستمال هم میشه این کارو انجام داد. فقط این که حتما توی سایه انجام باشه، حتما بدنه ماشینتون خنک باشه، جایی که این کارو میکنید به هیچ عنوان گرد و خاک